سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان نازنینم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین ها سهم قلب زیباتون باشه. در خدمتتون هستم با یک انرژی خوانی دیگه. میخوام ببینم که توی هفته آینده چه اتفاقاتی براتون میخواد رقم بخوره عزیزان. اتفاقات مهمی که برامون میخواد اتفاق بیفته بریم بررسی بکنیم. نیت کنید عزیزای دلم، متولدین عنصر باد، خرداد، مهر، بهمن، نیت کنید بریم ببینیم که چه انرژیایی برامون هست. خب عزیزای دلم، من دارم براتون میبینم که توی هفته آینده یک مسئله برای شما فاش میشه و شما حالا ممکنه دچار یک قضاوت نادرستی بشید و اون مسئله‌ای که براتون فاش میشه باید خیلی مراقب باشید که براتون حالا دو دلی و بلا تکلیفی به وجود نیاره. نسبت به مسئله شما رو دو دل بلا تکلیف میکنه و حتی توی هفته آینده من براتون یک سری کارهای ثبت سندی میبینم، اوکی شدن براتون میبینم. اگر میخواید یک سندی به نامتون زده بشه، اگر میخواید سندی به نام کسی بزنید، من براتون توی هفته آینده اوکی شدنش رو میبینم، قطعی شدن اون رو میبینم، خرید و فروش دارم براتون میبینم، حتی مراجعه به یک مشاور براتون میبینم. اگر توی مسائل عاطفیتون به مشکل برخوردین براتون مراجعه به مشاوره میبینم. یک مسئله قانونی که منتظرش هستید، حالا منتظر رأی، حکمی، برگه‌ای، کاغذی، سندی هستید، من میبینم که براتون توی هفته آینده اوکی میشه انشالله. نهایتا تا دوشنبه من دارم براتون میبینم که خبرهایی مبنی بر این قضیه به دستتون میرسه. اگر توی رابطه کات شده هستید، من حالا برگشت به صورت قوی براتون نمیبینم. صحبت‌هایی مبنی بر برگشت هست، دریافت تماسی، پیامکی براتون من میبینم. اگر توی رابطه متأهلی هستید و توی رابطه هستید، من براتون مشکلاتی دارم میبینم که توی هفته آینده شما باید به یک مشاور رجوع بکنید برای برطرف شدن مشکلتون. این مشکل یک مقداری حاد شده، یک مقداری مشکل زمان بر بوده. حالا من دارم میبینم که توی 3-4 ماه اخیر این مشکل بوده و برطرف نشده و شما حتما باید به یک مشاور رجوع بکنید برای برطرف شدن مشکلتون. و اگر روی شخصی کراش دارید، من فعلا میبینم که خبری از سمت کراشتون نمیشه، چون یک سری مشکلاتی دارم براش میبینم. متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور، دی‌ماه. خب عزیزای دلم، من توی هفته آینده یک خوش شانسی برای شما دارم میبینم. چرخه داره به سمت مثبت میچرخه، چرخه داره به نفع شما میچرخه. اتفاقات خوب و مثبت و خوش شانسی دارم براتون میبینم. پولی به دستتون میرسه، پولی که منتظرش بودید خیلی وقته، حدوداً 7 ماهی هست که منتظر این پول هستید. حالا وامی ثبت نام کردید، سود یک سهامی، سود یک کاری هست میخواد به دستتون برسه. من میبینم که این به دستتون میرسه توی هفته آینده. توی مسائل کاری مالیتون یک مقداری براتون دست و بال بستگی میبینم، یک مقداری به هم ریختگی و آشفتگی براتون میبینم که براتون برطرف میشه. یک چکاپ براتون میبینم فراموش کردید انجام بدید، حتما باید برید برای سلامتیتون چکاپ رو انجام بدید. و یا حتی من دارم براتون میبینم که توی هفته آینده برید خون بدید، برای بدنتون خیلی خوبه. یک مقداری حالا من کسالت برای اوضاع جسمانی شما دارم میبینم. اگر میخواید یک کار شراکتی رو شروع بکنید هفته آینده دست نگه دارید، براتون انرژیش رو خوب نمیبینم. توی محیط کارتون ممکنه با شخص جر و بحث براتون به وجود بیاد، یک مقدار باید حواستون رو جمع بکن. اگر توی رابطه کات شده هستید، من فعلا بازگشتی نمیبینم. در حد حالا یک پیامکی، یک پستی توی حالا فضای مجازی دارم براتون میبینم، ولی اینکه بخواد برگشت باشه و اینا برگشت ختم بشه براتون نمیبینم.
و این کسایی که توی رابطه متأهلی هستن و توی رابطه هستن یک مقداری زندگیتون رو آشفته دارم میبینم. توی هفته آینده ممکنه آشفتگی یک مقداری تشدید پیدا بکنه. خودتون باید حواستون رو جمع بکنید و روی زندگیتون مدیریت داشته باشید. متولدین عنصر آب، تیر، آبان، اسفند، نیت کنید عزیزان. خب عزیزای دلم، من دارم براتون یک پیشنهاد شراکت میبینم. حواستون رو جمع بکنید. نباید حالا خیلی سرسری بگیرید این پیشنهاد رو، نباید خیلی بچگانه با این قضیه برخورد بکنید. خیلی باید پخته باشید نسبت به این پیشنهاد، چون که خیلی درآمد خوبی براتون داره، خیلی پول خوبی براتون داره، سرمایه کمی میخواد ولی پول خوبی داره براتون. باید یک مقدار حواستون رو نسبت به این قضیه جمع بکنید. شریکتون هم شریک خیلی خوبی هست. من دارم براتون خبر بارداری میبینم توی هفته آینده. بارداری شخصی که خیلی وقت منتظرش هستید و یا ممکنه بارداری برای خودتون باشه، بارداری برای همسرتون باشه. این خبرش به دستتون میرسه حتما. خبر بارداری شخصی که براتون خیلی مهمه، خیلی وقته که منتظرش هستید. یک خوشحالی براتون میبینم، اشک شوق براتون میبینم. خوشحالی که باعث به شما اشک بریزید توی هفته آینده براتون اتفاق میفته. یک سفر زیارتی دارم براتون میبینم که اگر میخواید سفر زیارتی برید، همه حالا اون مسائلی که مربوط به اون سفر هست براتون جور میشه، اوکی میشه و این سفر اتفاق میفته براتون. اگر توی رابطه کات شده هستید، من قطعا براتون برگشت میبینم و اتفاقات خیلی خوب دارم براتون میبینم. توی رابطه متأهلیتون هم گرمتر شدن رابطه رو دارم براتون میبینم. متولدین عنصر آتش، فروردین، مرداد، آذر. خب عزیزای دلم، من دارم براتون یک ذره روزیان مالی میبینم توی هفته آینده. باید یک مقدار روی دخل و خرجتون مدیریت داشته باشید. روی پولی که به دستتون میرسه باید مدیریت داشته باشید. خیلی بچگانه نخواهید اون پولو خرج بکنید. خیلی نباید سر به هوا باشید نسبت به خرج کردن این پول. دارم براتون یک سرمایه‌گذاری میبینم. پیشنهاد یک سرمایه‌گذاری بهتون میشه. شما قدرت این رو دارید که بخواید توی مسائل مالیتون قدرتمند بشید. قدرت این رو دارید که بخواید توی مسائل احساسیتون قدرتمند بشید. یک مقداری بعد حالا به توانایی‌های خودتون بیشتر اهمیت بدید. توی هفته آینده من دارم براتون انرژی خیلی خوبی میبینم. چرخ به نفع شما داره میچرخه. اتفاقات خوب میخواد براتون بیفته. توی هفته آینده خبر بارداری شخصی به گوشتون میرسه. حتی ممکنه بارداری برای خودتون باشه. بارداری فرزند دختر دارم براتون میبینم. اگر توی رابطه کات شده هستید، من خبرهای مبنی بر بازگشت براتون میبینم، ولی باید مراقب باشید که دوباره حالا حرف بینتون به وجود نیاد که دوباره بخواد مشکل بینتون به وجود بیاد. اگر توی رابطه متأهلی و توی رابطه هستین با هم دیگه، من یک مقدار چالش براتون میبینم توی هفته آینده، ولی خب به زودی براتون برطرف میشه انشالله.